یه جوری میخوام اینو یادت بدم تا آخر عمر یادت نره. احتمالاً این کوتاه‌ترین ویدیوی آموزشی عمرته. بیشتر برای تست نفوذ سمت سرورایی بریم که کانکشنشون TCP یا UDP. ببین TCP یا UDP یه نوع شکل ارتباطی بین کامپیوترها هستن که معروف ترین شکل ارتباطی تو جهانه. خب TCP Transmission Control Protocol که کانکشن اورینتد، یعنی اتصالگراه. وقتی میخواد داده منتقل بکنه خیلی براش مهمه که تضمین بشه نه چیزی تو راه گم بشه نه چیزی کم و کسر بشه. قبل از ارسال داده با مقصد ارتباط برقرار میکنه و چک میکنه که آیا داری میشنوی، باید همه رو به درستی دریافت بکنی، اگه اشکالی پیش بیاد از اول میفرستم برات. ولی UDP یوزر دیتاگرام پروتکله که کانکشن لسه، قبل از ارسال داده با مقصد چک نمیکنه که اصلا مقصد میشنوه یا نمیشنوه، چون براش مهم نیست. توی TCP دقت مهمه، داده باید کامل و دقیق منتقل بشه، ولی توی UDP سرعت مهمه. اصلا مهم نیست که داده کم و کسر بشه، فقط میفرسته. مثلا شما داری فوتبال نگاه میکنی، یه دو سه تا از صحنه ها قطع و وصل پیش میاد، دلت میخواد که از اول برگردن کل بازی رو برات نشون بدن؟ نه، اون UDPه، ادامهشو نشون میده. ولی TCP اینطور نیست. مثلا میخوای توی سالن بزرگ به حسن بگی بیا بستنی بخور، TCP اینطوری میکنه، میره حسن رو بین جمعیت پیدا میکنه، باهاش دست میده، میگه حسن شنیدی گفتم بیا بستنی بخور، تموم شد و رفت. ولی UDP توی سالن داد میزنه حسن اگه میشنوی بیا بستنی بخور، اگرم نمیشنوی که هیچ. به همین راحتی.